در قطب شمال گروهی از ماموران متوجه وجود هواپیمای غول‌پیکری در زیر یخ‌ها میشن. اونا پس از ورود به داخل هواپیما سپر کاپیتان آمریکا رو که زیر یخ‌ها دفن شده بود رو پیدا میکنن. مارس 1942 یوهان اشمیت فرمانده سازمان هایدرا به دنبال مرکبی اسرارآمیز به نام تسراکت میگرده. منبعی با قدرتی غیر قابل تصور که میتونه سرنوشت جنگ رو تغییر بده. اون سرانجام پس از جستجوی بسیار موفق میشه این شی رو در توینزبرگ کشور نروژ پیدا کنه. در نیویورک آمریکا و همزمان با جنگ جهانی دوم، استیو راجرز که جوانی ضعیف و لاغر سعی داره به ارتش آمریکا بپیونده، اما به دلیل مشکلات جسمانی متعددی که داره هر بار رد میشه. یک روز در سالن سینما وقتی مردی شروع به بی‌احترامی به دیگران میکنه، استیو مقابل اون میسته، اما اون مرد حسابی اون رو کتک میزنه. درست در همین لحظه تنها دوست صمیمیش باکی بارنز از راه میرسه و با اون کمک میکنه. کمی بعد استیو متوجه میشه که باکی به همراه تیپ 107 پیاده نظام عازم خط مقدم جنگ خواهد شد. شب اون روز هنگامی که استیو و باکی به محل برگزاری یک نمایشگاه علمی میرن، استیو دوباره سعی میکنه که در ارتش ثبت نام کنه. در همونجا دکتر آبراهام آرسکین که روی پروژه محرمانه برای ارتش کار میکنه، شخصیت استیو رو زیر نظر میگیره. اون از استیو میپرسه آیا هدفش از حضور در جنگ کشتن دشمنانشه یا نه. استیو در جواب میگه اون از هیچ کس متنفر نیست و فقط نمیتونه زورگویی رو تحمل کنه. همین پاسخ نظر دکتر آرسکین رو جلب میکنه و با ثبت نام استیو موافقت میکنه. در یکی از پایگاه‌های هایدرا، یوهان اشمیت به همراه دکتر زولا روی سلاح‌هایی کار میکنن که قراره به کمک انرژی مکعب تسراکت ساخته بشن. در این سو استیو به پایگاه پروژه ابرسرباز منتقل میشه و زیر نظر سرهنگ فیلیپس، مأمور پگی کارتر و دکتر آرسکین آموزش میبینه. با اینکه از نظر بدنی ضعیف‌ترین سرباز گروهه، اما در تمام آزمون‌ها شجاعت و فداکاریش رو ثابت میکنه. دکتر آرسکین قصد داره استیو رو برای انجام آزمایش نهایی انتخاب کنه، ولی سرهنگ فیلیپس که بیش از حد اون رو ضعیف میدونه با این کار مخالفه. سرهنگ برای اینکه حرف خودش رو ثابت کنه یک نارنجک تمرینی میان سربازها پرتاب میکنه و تنها کسی که بدون لحظه‌ای تردید خودش رو روی اون میندازه تا جون دیگران رو نجات بده استیو. همین اتفاق باعث میشه دکتر آرسکین مطمئن شه که انتخاب درستی رو کرده. مدتی بعد آرسکین با استیو صحبت میکنه و به اون توضیح میده که در گذشته یوهان اشمیت که یک دانشمند نابغه بوده، به سراغش اومده و اون رو مجبور کرده که سرم رو روی اون امتحان کنه. اون اضافه میکنه که سرم هنوز کامل نشده بود و با اینکه اشمیت تبدیل به یک ابر انسان میشه، ولی عوارض جانبی خودش رو هم به جا میذاره. آرسکین معتقد قدرت واقعی یک سرباز به نیروی جسمانی اون نیست، بلکه به شخصیت و ذات اون انسان بستگی داره. به گفته او سرم ابرسرباز ویژگی‌های درونی هر فرد رو چند برابر میکنه. اگر فرد خوبی باشه بهتر از گذشته میشه و اگر ذات بدی داشته باشه خطرناکتر از قبل خواهد شد. و همین دلیل استیو را مناسب‌ترین گزینه برای انجام آزمایش می‌بینه. روز بعد استیو داخل محفظه آزمایش قرار میگیره و دکتر آرسکین و هاوارد استارت پروژه رو شروع میکنن. سرم ابرسرباز به بدن استیو تزریق میشه. در ادامه پرتوهای مخصوصی به اون تابانده میشه و پس از تحمل دردی شدید آزمایش با موفقیت پایان مییابه. استیو حالا به مردی قدرتمند با توانایی‌های خارق‌العاده تبدیل شده. اما درست پس از پایان آزمایش یکی از ماموران حاضر که در واقع جاسوس هایدراست، دکتر آرسکین رو به قتل میرسونه و فرار میکنه. استیو بدون معطلی اون رو تعقیب میکنه. جاسوس پس از یک تعقیب و گریز طولانی وقتی راه فراری برای خودش نمیبینه، با خوردن کپسول سیانور خودکشی میکنه و قبل از مرگ فقط یک جمله میگه: زنده باد هایدرا. با مرگ دکتر آرسکین فرمول ساخت ابرسرباز برای همیشه از بین میره و استیو به تنها نمونه موفق این پروژه تبدیل میشه. ارتش که دیگه راهی برای ساخت سربازان بیشتر نداره، تصمیم میگیره از محبوبیت استیو برای تبلیغات جنگ استفاده کنه و همین دلیل لباس جدیدی برای اون طراحی میکنن و اون رو با نام کاپیتان آمریکا به شهرهای مختلف میفرستن تا مردم رو به خرید اوراق قرضه جنگی تشویق کنه. استیو که همیشه آرزوی حضور در میدان نبرد رو داشت، حالا مجبور هر روز روی صحنه نمایش اجرا کنه و نقش یک قهرمان نمایشی رو بازی کنه. مدتی بعد اون برای اجرای برنامه به خط مقدم جنگ میره، اما برخلاف اجرای قبلی این بار سربازان از دیدنش استقبال نمیکنن. اونها که دوستانشون رو در میدان نبرد از دست دادن، نمایش‌های تبلیغاتی رو بی‌ارزش میدونن و با تمسخر کاپیتان آمریکا رو از صحنه پایین میکشن. او که از این موضوع ناراحت شده با مأمور پگی کارتر صحبت میکنه. کارتر به
اون یادآوری میکنه که سرنوشت اون برای رقم زدن اتفاقات مهمتری مقدر شده. همچنین به استیو اطلاع میده که گروه سربازانی که برای اونها نمایش برگزار میکرد افرادی از گروه 200 نفره تیپ 107 پیاده نظام بودن که کمتر از 50 نفر از اونها موفق شدن که برگردن و بقیه اونها کشته یا اسیر شدن. در همونجا استیو متوجه میشه که گردان 107 همون گردانی است که باکی مارس هم در اون حضور داشته. اون از سرهنگ فیلیپس میخواد عملیات نجات رو انجام بده، اما فیلیپس این مأموریت رو غیر ممکن میدونه و حاضر نیست نیروی بیشتری رو به خطر بندازه. استیو که نمیتونه دست روی دست بذاره، با کمک پگی کارتر و هاوارد استارک مخفیانه راهی پایگاه هایدرا میشه تا به تنهایی دوستش و دیگر اسرا رو نجات بده. استیو با هواپیمای هاوارد استارک خودش رو به نزدیکی پایگاه هایدرا میرسونه و به تنهایی وارد مقر دشمن میشه. او پس از درگیری با نیروهای هایدرا زندانیان رو آزاد میکنه و سرانجام با باکی روبرو میشه. باکی که انتظار دیدن استیو رو نداشت، از دیدن ظاهر جدید اون شوکه میشه. استیو هم بدون معطلی اون و دیگر اسرا رو از اونجا خارج میکنه. در همین حین یوهان اشمیت یا همون رد اسکال برای اولین بار مقابل استیو قرار میگیره. اون ادعا میکنه که نخستین ابرسرباز جهان بوده و سرومی مشابه استیو دریافت کرده، اما به دلیل ناقص بودن فرمول چهرهش برای همیشه تغییر کرده. سپس با برداشتن ماسک صورتش ظاهر واقعی و ترسناک خودش رو به استیو نشون میده. قبل از اینکه نبرد اونها به پایان برسه، رد اسکال با یک هواپیمای پیشرفته از پایگاه فرار میکنه. استیو به همراه باکی و بیش از 400 اسیر سالم به پایگاه برمیگرده. این عملیات موفقیت آمیز باعث میشه نگاه همه نسبت به اون تغییر کنه. از این لحظه کاپیتان آمریکا دیگه فقط یک چهره تبلیغاتی نیست، بلکه به یکی از مهمترین فرماندهان میدان نبرد تبدیل میشه. بعد از این مأموریت استیو گروهی از سربازان زبده رو دور هم جمع میکنه، از جمله باکی بارنز و چند نفر دیگه که همگی در عملیات نجات حضور داشتن. اونها در کنار هم مأموریت‌های متعددی رو علیه پایگاه‌های هایدرا انجام میدن و یکی پس از دیگری مراکز تولید سلاح‌های رد اسکال رو نابود میکنن. در مدت کوتاهی کاپیتان آمریکا به بزرگترین کابوس نیروهای هایدرا تبدیل میشه. مدتی بعد گروه استیو متوجه میشه که آرنیم زولا دانشمند ارشد هایدرا با قطاری زرهی در حال جابجاییه. اونها به قطار حمله میکنن و پس از یک نبرد سنگین موفق میشن زولا رو دستگیر کنن. اما درست زمانی که مأموریت رو به پایانه، یکی از تیرهای انرژی هایدرا باعث انفجار بخشی از واگن میشه و باکی تعادلش رو از دست میده و به بیرون پرتاب میشه. استیو هر چه تلاش میکنه اون رو نجات بده، موفق نمیشه و باکی از روی قطار به اعماق دره سقوط میکنه. مرگ باکی ضربه روحی بزرگی به استیو وارد میکنه، اما زولا در بازجویی فاش میکنه که رد اسکال در حال آماده سازی آخرین نقشه خودشه. اون قصد داره با استفاده از هواپیمای غول‌پیکر به نام والکیری شهرهای بزرگ جهان رو با سلاح‌های ساخته شده از انرژی تسراکت نابود کنه. حالا استیو و تیمش کمتر از یک شبانه روز فرصت دارن تا جلوی این حمله رو بگیرن. استیو به همراه گروهش به آخرین پایگاه هایدرا حمله میکنه. درگیری شدیدی میان دو طرف شکل میگیره و مأمور کارتر و سرهنگ فیلیپس به همراه یک گردان برای کمک به اونها وارد عمل میشن. کاپیتان آمریکا هم در حال تعقیب یوهان اشمیته و سعی داره که اونو دستگیر کنه. رد اسکال موفق میشه خودش رو به هواپیمای عظیم والکیری برسونه و آماده پرواز میشه. استیو سعی میکنه خودش رو به هواپیما برسونه، ولی سرعت هواپیما خیلی بیشتر از اونه. در حالی که استیو از دستگیری رد اسکال ناامید شده، سرهنگ فیلیپس و کارتر خودشون رو به همراه یک ماشین به استیو میرسونن و به تعقیب هواپیما میرن. بالاخره استیو موفق میشه خودش رو به هواپیما برسونه و بعد از درگیری با اعضای هایدرا خودش رو به رد اسکال میرسونه. داخل هواپیما استیو با رد اسکال روبرو میشه و نبرد نهایی اونها آغاز میشه. در جریان مبارزه تسراکت از دستگاه کنترل خارج و انرژی عظیمش آزاد میشه. رد اسکال سعی میکنه اون رو در دست بگیره، اما قدرت غیر قابل کنترل تسراکت بدنش رو در بر میگیره و اون در برابر چشمان استیو ناپدید میشه. کمی بعد خود تسراکت نیز از میان بدنه هواپیما عبور کرده و به اعماق اقیانوس سقوط میکنه. استیو خیلی زود متوجه میشه که سیستم هدایت هواپیما از کار افتاده و این بمب افکن مستقیما به سمت نیویورک در حال حرکته. اون با پگی تماس میگیره و هر دو سعی میکنن راهی برای فرود پیدا کنن، اما زمان بسیار کمه و کوچکترین اشتباه میتونه جان میلیون‌ها نفر رو بگیره. استیو تصمیم سختی میگیره. اون مسیر هواپیما رو به سمت اقیانوس تغییر میده تا پیش از رسیدن به خشکی سقوط کنه. پگی با ناامیدی از اون میخواد راه دیگری رو پیدا کنه، اما استیو میدونه که دیگه فرصتی باقی نمونده. پگی و استیو که به هم علاقه دارن پیش از قطع ارتباط قرار میذارن که بعد از ماجرا برای اولین بار با هم دیگه برقصن، قراری که هرگز اتفاق نمیفته. و هواپیما در دل یخهای قطب شمال سقوط میکنه و استیو ناپدید میشه. سالها بعد هاوارد استارک جستجوی گسترده‌ای
رو برای پیدا کردن استیو و تسراکت آغاز میکنه، اما تنها موفق میشه تسراکت رو از اعماق اقیانوس پیدا کنه و هیچ اثری از استیو به دست نمیاره. در زمان حال استیو ناگهان در اتاقی از خواب بیدار میشه. همه چیز شبیه دهه 40 به نظر میرسه، اما اون خیلی زود متوجه میشه برنامه رادیویی در حال پخش متعلق به سالها قبله. وقتی از ساختمون بیرون میره خودش رو در قلب نیویورک امروزی میبینه، جایی که نیک فیوری به استقبالش اومده. فیوری به اون میگه نزدیک به 70 سال در خواب بوده و دنیا کاملا تغییر کرده. استیو که هنوز شوکه است با حسرت به قراری که با پگی داشته فکر میکنه.